سلام. ابتدا در گذشت جانسوز جناب آقای مهرجویی و خانم محمدیفر رو به جامعه ایرانی و به خصوص جامعه سینمای ایران تسلیت میگم. بنده مهدی ابراهیمی هستم، سردبیر رکنا و سالها در اخبار جنایی بودم، پرونده‌های جنایی زیادی رو دیدم. به واسطه این وقتی امروز که 4 روز بعد از وقوع قتل این دو عزیز هست، 2 تا عکس در فضای مجازی دست به دست شد. اینکه چجوری این 2 تا عکس اومده و چه کسی این عکس ها رو انداخته و با چه هدفی انتشار داده بماند که باید مسئولین و مقامات پلیسی و قضایی اون رو پیگیری کنن، چون بسیار عکس ها دلخراشه. نکات قابل توجهی که من توی این عکس ها دیدم، احساس کردم که میتونم در خدمت شما عزیزان یه توضیحاتی درباره ابهامات این پرونده بدم با توجه به تجربیاتی که در صحنه‌های قتل زیادی داشتم. باید اشاره کنم به این که روز اول بسیار شایعات در این رابطه منتشر شد از نحوه قتل، که این عکس‌ها با وجود اینکه فجیع هست قتل‌ها، اما نشون میده که اون شایعه بوده و نحوه قتل‌ها و چگونگی ضربات چاقو یه مقداری قتل‌ها رو بیش از اندازه فجیع نشون داده بود. البته از نظر ما این صحنه هم فجیع هست، اما نه به اون شدت و حدتی که اشاره شده بود بهش. با دقت به 2 تا عکس، 2 شخص متفاوت رو میبینید تو عکس‌ها. یک جناب آقای مهرجویی که لباس کاملا رسمی به تن داره، یعنی شلوار رسمی، پیراهن رسمی، و همسرشون که لباس خانگی به تن داره. با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته، در اون لحظه این 2 بزرگوار منتظر دخترشون بودن که شام بخورن. پیامک‌هایی که رد و بدل شده و اتفاقایی که اینجا هست و این که در ویلایی که برای استراحت هست جناب آقای داریوش مهرجویی لباس رسمی بپوشه اما همسرشون لباس خانگی، یک مقداری میتونیم فرضیه اینو داشته باشیم که جناب مهرجویی اون شب میهمان داشته، یعنی یک آشنا وارد این خونه شده، میتونه قرار ملاقاتی داشته باشه و همین باعث میشه که فرضیه حمله غافلگیرانه توسط گروهی شرور یا گروه هایی که عنوان شده رو از بین ببره، این فرضیه رو که بگن از زمین های بایر پشت ساختمون اومدن، اینا غافلگیر شدن و این اتفاقا. از اونجایی هم که در فیلم هایی که ما دیده شده درها باز بودن، یعنی به اجبار یک دری باز نشده، یعنی شما در ورودی عمارت یک ویلا به اجبار باز نشده، این در باز بوده. به خاطر همین احتمال این که این 2 بزرگوار منتظر میهمان رسمی بودن و امکان این که اون قاتلین در نقش یک ملاقات حضوری با آقای مهرجویی به اون ویلا رفتن وجود داره. اما اینکه چرا همسرشون لباس خونگی به تن داشته، این دیگه بماند به رفتارها و عادات روزمره ایشون که ما نمیتونیم دربارش قضاوت کنیم. شاید اصلا همسرشون قرار نبوده از اون اتاق خارج بشه و این میهمان‌ها رو ببینه و فرضیه‌های مختلفی که هیچ کدوم الان قابل استناد نیست. در این عکس‌ها شما اگر مشاهده کنید میبینید که جناب آقای داریوش مهرجویی به صورت نامتعادلی بعد از حمله به ایشون به صورت با صورت به زمین برخورد کرده و در این برخورد حتی به لباس آویزونای خانگی که وجود داره برای رخت برخورد کرده و لابلای اون خورده روی زمین و خون زیادی از ناحیه گردن ایشون سرازیر شده. اطراف جسد آقای مهرجویی رو شما ببینید، ضربه ها یعنی پاشیدگی خون روی سرامیک ها نشون میده که ضربه ها دقیقاً ایشون وقتی که روی قالی یا فرش بوده ضربه وارد شده از روبرو، چون خون به سمت روبروی در مسیر افتادن ایشون پاشیدگی خون رو میبینید. یعنی قاتل احتمال زیاد از روبرو به ایشون ضربه زده یا همزمان، با توجه که میگن یک ضربه چوب هم به سرش خورده، همزمان یکی از پشت سر ضربه زده و دیگری از روبرو. علت این که پاشیدگی خون کمه به واسطه اینکه جناب آقای مهرجویی هیچ مقاومتی نکرده برای این قاتل
در عکس بعدی این از این صحنه است که در پذیرایی رخ داده، یعنی روبروی آشپزخونه. در عکس بعدی ما عکس بسیار دردناک جسد خانم محمدی‌فر رو می‌بینیم که اتاقی که شما تو این عکس می‌بینید پر از پاشیدگی خونه و این پاشیدگی خون که به صورت قطره قطره اطراف جسد دیده میشه نشون میده که یه درگیری بین قاتل و خانم محمدی‌فر رخ داده، یعنی ایشون مقاومت کرده، تقلا کرده که از خودش دفاع کنه. هیچ دست بسته شدنی، هیچ پا بسته شدنی وجود نداره و این نشون میده که قاتلین غافلگیرانه عمل کردن. یعنی ممکنه در لحظه چند تا قاتل بوده باشن که تقسیم کار کردن، یه عده به سمت خانم مهرجویی رفتن، یه عده به سمت آقای مهرجویی و همزمان این اتفاق صورت گرفته که ایشون اجازه فریاد کشیدن، حتی فرار به سمت در خروجی نداشته و در یا فرار کرده به اتاق یا در اتاق بوده غافلگیر شده، اما ایشون از خودش مقاومت کرده. اگر عکس رو متاسفانه نمیشه کامل منتشر کرد، دیده بشین یک کشیدگی خونی، یعنی خون مالیدگی روی تشک تخت وجود داره، دقیقاً در مسیری که جنازه افتاده. یعنی شما اگر ببینید مطمئناً درگیری به صورت سرپا صورت گرفته و عجیب این که واقعاً عجیبه، قالی زیر پای خانم محمدی‌فر تا شده. اگر بگیم این تا شدگی به واسطه این بود که مامورین داشتن تحقیق انجام میدادن و اینو تا کردن، خب هیچ قطره خونی زیر اون باید دیده نشه. میتونیم احتمال بر این بذاریم که در حین درگیری و کشمکش این قالی حالت تا شدگی پیداش کرده، به خاطر اینکه زیر قالی قطره‌های خون کاملا معلومه پاشیدگی، اثر پاشیدگی، یعنی وقتی که ایشون زنده بوده و در حال درگیری بوده این قالی تا شده. از سمت دیگه اگر شما ببینید هیچ بریدگی عمیقی روی اجساد وجود نداره، ضربات عمیق وجود داره. ببینید تو بخش پزشکی جنایی و اصلا پرونده‌های جنایی بریدن با ضربات فرق میکنه. یعنی وقتی ما میگیم کسی رو مثلا دستشو بریدن میدونیم چه شکلیه، با ضربه زدن فرق میکنه. ممکنه تعداد ضربات چاقو زیاد باشه و باعث بشه که اون انگشت همون حالتی رو پیدا کنه که در صورت بریدن اتفاق بیفته، اما شکلش فرق میکنه. وقتی که دوستان اومدن درباره این پرونده نظر دادن، این عکس‌ها اینو نشون نمیده، نشون میده که درگیری کاملا درباره آقای مهرجویی خیلی آنی و فوری رخ داده و ایشون بلافاصله تسلیم شده. درگیری با همسرشون طولانی شده، کشمکش تو اتاق وجود داشته و بعد از اینکه ایشون افتاده روی زمین تقریبا میشه گفت فکر کنم دیگه هیچ ضربه‌ای به ایشون نزدن، چون خون مالیدگی روی تشک نشون میده که به همون شکل سقوط کرده و با همون حالت نامتعادل از، یعنی پاهاش، دستاش، صورتش، همه چی نشون میده که در اون حالت افتاده دیگه تموم شده. باز درباره این که صحنه قتل واقعا چه شکلی بوده الان هیچ کس نمیتونه قاطعانه نظر بده، به واسطه اینکه هنوز متهمی بازداشت نشده که تو صحنه قتل بوده و اعترافی نداشته. اینا همش فرضیاته. فقط میتونیم بگیم که امیدواریم پلیس با سنخ‌هایی که داره و پیگیری‌هایی که داره انجام میده به سرعت این قتل رو رازگشایی کنه و اون موقع کاملا ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقی اینجا افتاده و این دو عزیز چگونه گرفتار این سرنوشت ناراحت کننده شدن.